سلام به شما و همراهیتون در یک بررسی دقیق دیگه. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به جاوا. حدود 30 سال از عمرش میگذره و کی بهتر از خالقش، جیمز گاسلینگ، که از زبونش بشنویم. سلام. دقیقاً. یه گفتگوی جالبی اخیراً با گاسلینگ بوده که میخوایم بر اساس اون ببینیم این زبان از کجا اومد، چی شد که اینقدر مهم شد و چرا هنوزم هست. آره، و هدفمون هم اینه که شما که دنبال یه درک سریع ولی عمیق هستین، اصل داستان دستتون بیاد. همینطوره. خب بزنیم به اوایل دهه 90 میلادی. گاسلینگ میگه اون موقع‌ها داشتن میدیدن که کامپیوترها دیگه فقط تو اتاق سرور نیستن. آره، داشتن پخش میشدن همه جا. یه پروژه تحقیقاتی هم تو سان راه انداختن که ببینن قضیه چیه. و جالبه که رفتن سراغ کیا، سازنده آسانسور، لوکوموتیو. دقیقاً. و فهمیدن اینا همه یه سری مشکلات مشترک دارن. مثلا شبکه سازی اون موقع خیلی ابتدایی بود. ولی مهمتر از اون بحث ایمنی و قابلیت اطمینان بود، نه؟ خیلی روش تاکید داشت. میگفت اینا خیلی نادیده گرفته میشدن. اونم تو سیستم هایی که با جون آدما سر و کار داشتن. میگفت این مثل یه زنگ خطر بود واسه شون. و اینجا بود که انگار از سی و سی پلاس پلاس ناامید شدن. آره، خیلی. میگفت خیلی راحت میشد باهاشون خطاهای پیچیده ساخت. خطاهایی که بعداً پیدا کردنشون مصیبت بود. یعنی باگ‌های نامحسوس. دقیقاً. میگفت نمونه‌های اولیه رو که ساختن این ضعف‌ها بیشتر خودشون نشون داد، مخصوصاً تو بحث قابلیت اطمینان و امنیت. یه نکته‌ای هم گفت در مورد اینکه حملات امنیتی همون باگ‌ها هستن. آره، میگفت خیلی وقتا ریشه ی حملات امنیتی باگ‌های نرم افزاریه که کسی حواسش بهشون نبوده. اولش سعی کردن خود سی پلاس پلاس رو یه جورایی درست کنن ولی نشد. نه، مشکلات خیلی ریشه‌ای بود انگار. کم کم مسیر رفت به سمت ساخت یه زبان کاملا جدید، یعنی جاوا. پس از همون اول قابلیت اطمینان و امنیت شد فلسفه اصلی جاوا. بله، و البته اون شعار معروفش Write once, run anywhere. یک بار بنویس، همه جا اجرا کن. میکنه. مثال اون بازی سولیتر خودش رو میزنه که نوشته اون میگه بعد 20 سال هنوز رو سیستم‌های مختلف اجرا میشه. حتی روی رزبری پای؟ آره، حتی روی اونم خوب کار میکنه. این فقط یه شعار قشنگ نبود، یه تصمیم بود که دیگه لازم نباشه واسه هر پلتفرمی جدا کامپایل کنی. البته میدونید در عمل همیشه 100% بی‌دردسر نبوده. ولی هدف اصلی همین بود. دقیقاً. اون بحث مصالحه کردنم خیلی جالب بود، مثال جنریکس رو که زد. آره، این خیلی نکته مهمیه تو مهندسی نرم افزار. میگه آقا میتونستیم سالها صبر کنیم تا یه چیز بی‌نقص در بیاریم واسه جنریکس، ولی اون وقت چی میشد؟ موج اینترنت رو از دست میدادن. پس یه مصالحه‌ای کردن، یه راه حلی دادن که کارو راه بندازه. مهندسی همینه دیگه، همیشه یه بدبستانی هست. و این رو گذاشت کنار اون شعار معروف سیلیکون ولی، سریع حرکت کن و همه چیز رو بشکن. آره، از اون انتقاد میکرد. میگفت وقتی یه عالمه کاربرداری دیگه نمیتونی همینجوری همه چیز رو بشکنی بری جلو. برای همین سازگاری با نسخه های قبلی تو جاوا انقدر مهمه؟ دقیقاً. این یکی از نقاط قوت اصلی جاوا بوده همیشه. سازگاری بلند مدت. خب تکاملش چطور بوده؟ یعنی از اون روزای اول که شاید تغییرات بزرگ راحت تر بود، چطور رسید به الان؟ یه فرایندی به اسم JCP یا Java Community Process شکل گرفت. دیگه تصمیم گیری ها فردی نبود. یعنی یه جور دموکراسی برای جاوا؟ یه چیزی تو همین مایه ها. شرکت های مختلف، افراد مختلف میان پیشنهاد میدن، بررسی میشه، تصویب میشه، ساختار یافته تر شد. و این چرخهای انتشار 6 ماهه؟ آره، الان هر 6 ماه یه نسخه جدید میاد. گاسلینگ میگه این شبیه همون بیلدهای داخلی قدیمشونه، فقط الان دیگه همه میدونن کی قراره بیاد. قابل پیش بینی تره. ولی در مورد ویژگی‌های پیشنمایش یه نقدی داشت انگار. آره، میگفت اینا خوبن، ولی اگه یه ویژگی خیلی طولانی تو حالت پیشنمایش بمونه یا هی تغییر کنه، میتونه اذیت کننده باشه واسه توسعه دهنده ها. در کنار اینها یه چیزی هم بی سر و صدا خیلی پیشرفت کرده. garbage collection. خودش میگه فناوری نامرئی ولی حیاتیه. میگفت قبلا زمان توقف‌ها شاید چند دقیقه بود، الان رسیده به چند میلی ثانیه. واقعاً؟ از دقیقه به میلی ثانیه؟ آره. این واسه سیستم‌های الان که ساختارهای داده پیچیده‌ای دارن فوق‌العاده مهمه. اون حرفای قدیمی که میگفتن جاوا کنده دیگه واقعاً اعتباری نداره با این پیشرفت‌ها.
حالا که داریم از اکوسیستم حرف میزنیم، این درسته که جاوا اولش فقط برای سرور طراحی نشده بود؟ نه لزوماً. ببینید اولین سرور اپلیکیشن جاوا سال 94 نوشته شد. خب این خیلی زود بود و معلومه که پول دنیای انترپرایز باعث شد سرمایه‌گذاری زیادی بره سمت سرور. ولی هدف اولیه وسیع‌تر بود. آره جالبه. میگفت اولین کلاس سرولت رو خودش نوشته بود ولی بعداً به خاطر فشار شرکا مجبور شدن بذارنش کنار. یه اشاره‌ای هم به مسائل انحصار و اینها داشته انگار. آها، و چالش ها چی؟ مثلا تو دنیای موبایل اون شعار همه جا اجرا کن چی شد؟ خب اونجا داستان یکم فرق کرد. موبایل خیلی تیکه تیکه شد. اندروید یه طرف، iOS یه طرف دیگه. هر کدوم سعی کردن متفاوت باشن. یعنی محدودیت‌های اپل مثلا کار رو سخت کرد؟ بله، محدودیت‌های اپل برای اجرای مستقیم جاوا روی آیفون باعث شد نیاز به کامپایلرهای خاص باشه. اون ایده اولیه اینجا با یه چالش جدی روبرو شد. یه چالش دیگه هم که گفتی هست تورم وابستگی‌ها یا دیپندنسی بلوت. آره اینم دردسریه. اکوسیستم جاوا انقدر غنیه که گاهی تو یه پروژه میبینی واسه یه کار ساده مثل خوندن جیسون 3 تا کتابخونه مختلف داری. و این حافظه رو میخوره الکی. دقیقاً. البته میگه این دیگه مسئولیت خود توسعه دهنده است که حواسش باشه و مدیریتش کنه. یه بحث مهم دیگه هم گاسلینگ مطرح کرد، مسئولیت اخلاقی توسعه دهنده. میگفت باید جلوی درخواستای غیر اخلاقی وایستا. ولی خب خودش هم قبول داشت که کار سختیه. مخصوصا وقتی بازار کار خوب نیست یا مثلا بیمت به شغلت وصله. آره، اشارش به سیستم بهداشت آمریکا بود. یه اصطلاح جالبی هم به کار برد، فاک یو مانی. یعنی اونقدر پول داشته باشی که اگه لازم شد بتونی راحت کارت رو ول کنی. چه جالب! و در مورد آینده چی فکر میکنه؟ هوش مصنوعی جای ما برنامه نویسا رو میگیره؟ نظرش این بود که نه به این زودیا. میگفت AI الان تو کاری که خوبه درونیابیه. یعنی از کدایی که قبلا نوشته شده استفاده میکنه و ترکیبشون میکنه. ولی مهندسی نرم افزار فقط این نیست. دقیقاً، مهندسی بیشتر برونیابیه. یعنی حل کردن مسئله‌های جدید، چیزایی که قبلا نبودن. میگفت فهمیدن خود مسئله مهمه، نه فقط کد زدن. البته AI به عنوان ابزار یادگیری عالیه ها. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، جاوا از یه نیاز به قابلیت اطمینان تو سیستم‌های کوچیک شروع شد، تکامل پیدا کرد، کلی مصالحه توش بود ولی به یه سری اصول اولیه پایبند موند و رسید به جایی که الان زیرساخت خیلی از چیزای دنیاست. همینطوره. و این شاید یه سوال خوب باشه برای شما که دارید گوش میدید. چطور میشه از این درس‌ها، از این تأکید روی قابلیت اطمینان و مسئولیت پذیری که گاسلینگ میگه، تو دنیای امروز مخصوصاً تو توسعه هوش مصنوعی استفاده کرد؟ به خصوص که اونجا هم الان فرهنگ سریع حرکت کن خیلی غالبه و خب تأثیرات AI میتونه خیلی خیلی بزرگتر باشه. دقیقاً. یه چیزیه که باید بهش فکر کرد.